کدوم خدا باید ایمان داشته باشم؟ شما میگین فقط یه خدا داری، من میگم نه، 2 خدا داریم. یکیش کسیه که همه ما رو آفریده و یکیش همونیه که شماها آفریدی. ما در مورد اونی که ما رو آفریده هیچی نمیدونیم، ولی میدونیم خدایی که امثال تو آفریدنش دقیقا عین خودتونه. یه دروغگوه، یه مکاره، قولای الکی میده، پولدارا رو زودتر ملاقات میکنه، فقیرا رو میفرسته ته صف. وقتی ستایشش میکنیم خوشحال میشه، دم به دقیقه بنده هاشو تهدید میکنه. شماره درست من خیلی ساده است. خداوندی که همه ما رو آفریده، به اون ایمان داشته باش. و خدایی که امثال تو رو آفریده قلابیه، باید